نامت را آهسته صدا میزنند، انگار هر حرف آن میتواند نظم اتاق را به هم بزند. در فرمه ها جای برای تو نیست، یا باید شبی دیگران شوی، یا از صفحه روزگار حذف. از تو میخواهند لباس بی‌طرفی بپوشی، لهجه‌ات را پنهان کنی، تاریخت را در جیب خاموشی بگذاری. میگویند مسئله با تو نداریم، تنها کمی کمتر خودت باش. و تو میفهمی تبعیض همیشه فریاد نمیزند، گاهی با لبخند مؤدب در را میبندد، گاهی در نگاه کوتاه یک جمع که ناگهان ساکت می شود، اما حقیقت چیزی شبیه دانه است در خاک سخت. می تواند سالها زیر فشار بماند، اما بالاخره راهی برای نور پیدا می کند. و روز همان نام که آهسته گفته می شد، بلند در خیابانها تکرار خواهد شد.